آیا واقعاً با تفکر مثبت میتونیم به هر چیزی که میخوایم برسیم؟ اگه جواب این سوال بله بود، پس چرا میلیون ها نفر کتاب های انگیزشی میخونن، اهدافشون رو مینویسن و هر روز جملات مثبت تکرار میکنن، اما زندگیشون تغییر نمیکنه؟ شاید مشکل این باشه که ما سالهاست تفکر مثبت رو اشتباه فهمیدیم. حالا تصور کن پسر بچه ای رو که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. پدری که به الکل اعتیاد داره، مادری که با افسردگی شدید دست و پنجه نرم میکنه، خونه ای که به جای آرامش پر از دعوا، اضطراب و ناامنیه. حتی پول کافی برای خرید غذا هم ندارن. اگه جای اون بودی فکر میکردی آیندهش چه شکلی میشه؟ احتمالاً بیشتر آدما میگن سرنوشتش از قبل مشخص شده. اما یک روز اتفاقی وارد یه مغازه شعبده بازی میشه. اونجا با زنی به نام روز آشنا میشه. روز فقط یه پیشنهاد بهش میده. اگه هر روز چند هفته پیش من بیای، چیزی به تو آموزش میدم که میتونه زندگیت رو تغییر بده. اون نه از جادو حرف میزنه، نه از معجزه و نه از قانون جذب. اون به این پسر یاد میده چطور بدنش رو آروم کنه، ذهنش رو متمرکز کنه، آینده ای رو که میخواد با تمام جزئیات توی ذهنش ببینه. سالها بعد همون پسر بچه به یکی از شناخته شده ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا تبدیل میشه. اسم اون پسر بچه دکتر جیم دوتیه. اما سوال اصلی اینجاست: آیا واقعا چیزی که زندگی اون رو تغییر داد فقط تفکر مثبت بود؟ یا ما سالهاست مفهوم واقعی تفکر مثبت رو اشتباه فهمیدیم؟ دکتر جیم دوتی میگه بیشتر مردم یک اشتباه بزرگ مرتکب میشن. اونها فکر میکنن اگه فقط مثبت فکر کنن همه چی درست میشه. اما اون بارها تاکید میکنه اینجا هیچ جادویی وجود نداره. این فقط نحوه کار مغزه. اولین چیزی که رس بهش یاد میده مثبت فکر کردن نبود، بلکه آروم کردن بدن بود. چون وقتی بدن در حالت استرس و ترس قرار میگیره، مغز بیشتر انرژیش رو صرف زنده موندن میکنه، نه ساختن آینده. به همین دلیل اولین قدم آروم کردن سیستم عصبیه. بعد از اون نوبت به هدف میرسه. نه یه آرزوی مبهم، مثلا من میخوام موفق بشم، بلکه هدفی که اونقدر واضح باشه که مغز دقیقاً بدونه دنبال چه چیزی باید بگرده. اما اینجا مهمترین بخش داستان شروع میشه. دکتر دوتی میگه باید هدفت رو برای مغز مهم کنی. اسم این فرایند Creating Silence هستش. یعنی کاری کنی که مغز بفهمه این هدف واقعا ارزش توجه کردن داره. وقتی هدفت رو مینویسی، هر روز مرورش میکنی و اون رو با جزئیات تصور میکنی، در واقع به مغزت میگی این موضوع برای من مهمه. از اون لحظه مغز شروع میکنه چیزهایی رو ببینه که قبلا اصلا متوجهشون نبوده. فرصتها، آدمها، ایدهها. نه چون دنیا تغییر کرده، بلکه چون توجه تو تغییر کرده. شاید برات پیش بیاد که بعد از تصمیم گرفتن برای خرید یه ماشین خاص، ناگهان همون مدل ماشین رو همه جا ببینی. واقعیت این نیست که تعداد اون ماشین ها بیشتر شده، فقط مغزت یاد گرفته اونها رو تشخیص بده. هدفها هم دقیقا همین طوری هستن. اما اینجا جاییه که بیشتر آدم‌ها اشتباه میکنن. اونها فکر میکنن تصویرسازی پایان مسیره، در حالی که دکتر دوتی میگه تصویرسازی فقط جهت رو مشخص میکنه. حرکت با عمل اتفاق میافته. وقتی هدفت برای مغز مهم شد، باید هر روز یه اقدام واقعی انجام بدی. حتی اگه اون اقدام فقط 5 دقیقه طول بکشه. همین قدم های کوچیک هستن که مسیر زندگی رو تغییر میدن. دکتر دوتی یه نکته مهم دیگه هم میگه. اون میگه بین خواستن و نیاز داشتن تفاوت بزرگی وجود داره.
اگه فکر میکنی تا وقتی به این هدف نرسم خوشحال نمیشم یا بدون این موفقیت ارزشی ندارم، در واقع با ذهنیت کمبود زندگی میکنی. اما اگه هدفت از روی علاقه، رشد و کنجکاوی باشه، احتمال این که توی مسیر بمونی بیشتر میشه و در نهایت شاید مهمترین درس زندگی اون این باشه: موفقیتی که فقط برای خودت باشه همیشه رضایت عمیقی ایجاد نمیکنه. اما وقتی هدفت بتونه به دیگران هم کمک کنه، احساس معنا، انگیزه و رضایت بیشتری پیدا میکنی. پس آیا تفکر مثبت جواب میده؟ بله، اما نه به شکلی که معمولا توی شبکه‌های اجتماعی میبینی. تفکر مثبت قرار نیست جهان رو جادویی تغییر بده. قرار توجه تو رو تغییر بده، تصمیمات رو تغییر بده، رفتارت رو تغییر بده و همین تغییرهای کوچیک اگه هر روز تکرار بشن میتونن آینده‌ای کاملا متفاوت بسازن. شاید راز موفقیت این نباشه که فقط مثبت فکر کنی، بلکه این باشه که ذهنت رو آروم کنی، هدفت رو برای مغزت مهم کنی، هر روز براش قدمی برداری و دلیلی عمیق‌تر از موفق شدن داشته باشی.